بچه‌ها، این ویدیو میخوایم با هم از این باکس خوشگل درست کنیم. برای شروع کار به 2 مقوا نیاز داریم که مدلش اصلا مهم نیست و هر مقوایی میتونه. شروع میکنیم یک قسمت خیلی کوچیکی اندازه 3 تا 4 سانت از مقوامون رو تا میزنیم. همونطور که میبینین دارم یه قسمتی از مقوام رو تا میزنم و بعدش به اون قسمتی که تا زدید چسب چوب میزنید. چسب چوب هم به مقداری که خودتون دوست دارین، اصلا مقدارش فرقی نمیکنه. وقتی چسب چوبتون رو زدین، مقوای دومتون رو به همون قسمتی که تا کردین میچسبونین تا کامل بچسبه و فشارش بدین که تا کامل بچسبه. و برای بعد چند قسمت از مقوامون رو تا میزنیم تا طرف دیگه‌اش رو بچسبونیم. یه قسمت از مقوای اول، یه قسمت از مقوای دوممون رو و بعدش قشنگ روی هم میافتن و بعد اون قسمت رو چسب چوب میزنیم و به هم میچسبونیم. خب و اون قسمتمون رو قشنگ روش قرار میدیم و چفت میکنیم و بچسبیم. برای بعد دو قسمتی که تا کردیم بینشون رو تا میکنیم تا یه حالت قشنگی میگیره و روی هم میفته. هر دو طرف رو این کار رو انجام میده. و برای قسمت بعد میایم بالای کارمون رو که توی فیلمم نشون دادم میایم به داخل تا میزنیم. به همینجور که توی ویدیو دارین میبینید به داخل میایم تاش میزنیم دور تا دور کار. خب برای قسمت زیرش میخوایم زیرش رو تا کنیم. از هر جایی که دوست دارین میایم یه اندازه خطی رو با دست فشار میدیم به بالا و بعدش بغلش مثلث درست میشه و اون مثلث رو به داخل فشار میدیم تا به گوشه های تیزی برسه و بعد قسمت بیرونیش رو به داخل تا میکنیم. برای اون طرف هم دوباره همین کار رو تکرار میکنیم. مثلثی که ایجاد شده رو به داخل فشار میدیم، به پایین فشار میدیم تا یه حالت مثلثی تیز بگیره و بعد قسمت بیرونیش رو به داخل تا میزنیم و بعدش میایم بالا و پایین کارمون رو تا میزنیم همونجوری که دارین توی ویدیو مشاهده میکنین و بعدم کارمون رو یه قسمت مقوایی مستطیلی داخلش میذاریم تا پایین کار سفت بشه و بعد با چسب به هم میچسبونیمشون. خب همینطور که میبینین یه باکس خوشگل درست کردیم.